من دنیام، به اولین ولاگ من خوش اومدین. میخوام با خودم ببرمتون رشت. اینو بهتون بگم، من همیشه پشت دور میمونم، یعنی حالا استوری اینا تو اینستا میذاشتم، بعد از 10-11 تا لوکیشن خفنی که من توی یه سال توی ایران رفتم به پیشنهاد دوستام دیگه گفتم که اولین ولاگ رسمی باشه. خیلی استرس دارم. سفرمون یه روزه است، تشتم زیاد وسیله بر ندارم و طبق گروهی که تو واتساپ زدن بعد 4 آرژانتین باشم و الان فقط باید خوابید. ساعت 10 صبح دارم به قول دوستان ادایی ترین سفر ممکن رو میرم و دارم یه روزه میرم رشت. میدون شهر داریم یه چای رشته خوشگاه میخورم. خوششانسیام دیدن همسفرهای جواهر دشتم تو این سفر بود. سلام. البته سیامکی لیدر این برنامه نبود ولی خب تاکید داشت که حتما تو این ولاگ باشه و اومد بالا تو اتوبوس. اونو ساعت 4:15 است. میخوام بخوابونمش به زور. نه نمیخوابم. 6 میرسیم قزوین، صبحونه رو بخوریم و بعد راه بخوریم. 2 ساعت پس فرصت داریم تا بخوابیم. پس بخواب. شب بخیر. خیلی سخته ولی باید بخواب. باشه میخوام. آقا ساعت 6:18 از قزوین پیاده شدیم و لرز کردیم از سرما. نوشین جان هوا چطوره؟ سرده. بعد اگه قرار باشه سرماشی شکلی باشه شما کنکله یخ میزنیم. صبحانه رو قزوین زدیم، بچه هم سخت مشغول غیبت نکن. تو چرا از غیبت کردن ما فیلم میگیری؟ و بله راه افتادیم به سمت رشت و بله رسیدیم رشت. بروم شادان به فلک، دور از غمها، دور از همه کس، ندهم من ره به کسی، در بزم یار من باشم و بس. کلی چتر رو بردیم که عکس بگیریم ولی دریغ از یه قطره بارون نمیاد. اینو بدونید اگه رفتید رشت به قصد چای و رشته خوشکار قرار کلی بگردید تا فقط یه کافه پیدا کنید و اونجا رشته خوشکار داشته باشه و بتونید با چای میل کنید. بعد از تلاش‌های بسیار تونستیم رشته خوشکار و چای پیدا کنیم و حالا بفرمایید رشت. تو گیل مرد اصیل زدیم که شامی ترش بود و راه افتادیم سمت جنگل سراوان. آقای خونه هایی که اینجاست که بچه هم دارن عکس میگیرن با توجه به زلزله‌ای که به 1369 اومده و خرابی که به وجود اومده مردمش اومدن اینجا یه اکوموزه درست کردن که واسه این ساختن که بتونم بناهای قدیمی رو نگه دارم. حالا تا جایی که من میدونم دارم تحریف میکنم یا نه، چیزی که الان لیدرمون به همون گفت. و این خونه ها رو ساختن عین همون خونه هایی که توی رشت بوده که یادآور اون خونه ها بمونه اگر روزی خراب شده. خیلی خوشگله اینجا، اسمش جنگل سراوانه. آره لطفا از منم عکس بگیر. ولی به نظر من اینکه همه یه برنامه مفرح رو توی یه روز بخوای جا بدی خیلی سخته. یعنی من به شخص ترجیح میدم یه سفر چند روزه برم تا یه روزه، ولی این رشت خیلی خوشگله. برای یه روزه خیلی تو مخیه ولی باز شد که یه خاطره خوب ساخت و من ترجیح میدم چند روزه برم سفر. شما چطور؟ من نظر مخالفم اعلام میکنم. سفر یه روزه رو دوست دارم چون کارمند است سختشه، ولی 2 روزه 3 روزه هم دوست دارم. شاید یه مرخصی باشه برای بعدا.
شما نظرتون چیه؟ سفر یه روزه؟ بله. چون کارمندیم سفر یه روزه برای ما جذابه. نه یا قاطی باقالی شما مجبوریم که مرخصی بگیریم. درست. همون چیزی بگم، شاید بگین دختر دیوونه است، ولی حقیقتی که هست اینه که من این بغل کردن درخت که توی اینستا زیاد میبینیم، این که توی طبیعت اومدن رو خیلی دوست دارم و حس میکنم همه انرژی منفی یک آدم رو میتونه بهشون ببره و مرسی که توی این ولاگ همراه من بودین. به زودی میبینمتون.